گاهی در زندگی لحظه‌ای میرسه که حس میکنی چیزی درون تغییر کرده. نه یه تغییر معمولی، یه تغییر عمیق و واقعی، شبیه صدایی آروم از درونته که به تو میگه دیگه وقتش رسیده خودت رو زندگی کنی، نه نقشی که بقیه برات ساختنش. بیداری معنوی دقیقاً از همین جا شروع میشه، از همون لحظه‌ای که دیگه نمیخوای صرفاً زنده باشی، میخوای معنادار زندگی کنی. نشانه اول فرو ریختن زندگی مصنوعیه. یه روز با خودت روبرو میشی و میبینی سالها در حال اجرای نقش بودی، نقش آدم خوب، آدم قوی، آدم موفق، و ناگهان میفهمی چقدر از خودت فاصله گرفتی. درونت یه چیزی دیگری رو میخواسته، اما جامعه، خانواده، ترسها و توقعها تو رو به سمت دیگری برده اند. در این لحظه بحران شروع می شود. سوالهای جدی سراغت میان که من واقعاً کی هستم؟ چی منو زنده نگه می داره؟ آیا من دارم خودم رو زندگی می کنم یا دارم دیگران رو نمایش میدم؟ این بحران خراب شدن زندگی نیست. این یعنی دیوارهای دروغ داره فرو می ریزه تا حقیقت خودت نفس بکشه. نشانه دوم تجربه خاموش شدن هیاهوی بیرونه. بیداری معنوی یعنی دیگه هر صدایی تو رو هدایت نمی کنه. قبلا نظر دیگران برات مهمترین چیز بود، تایید شدن، پسندیده شدن، قبول شدن، اما حالا ارزش نظر دیگران کمتر میشه و صدای درونت بلندتر. یاد میگیری به حس قلبت اعتماد کنی. یاد میگیری بین چیزی که روحت میخواد و چیزی که باید انجام بدی فرق قائل بشی، و این اولین قدم آزادی روحه. نشانه سوم آزاد شدن احساسات قدیمیه. وقتی بیداری شروع میشه، روح تو شروع به تمیز کردن میکنه. احساساتی که سالها قورت داده بودی، اشکایی که نگه داشته بودی، دردهایی که بهشون اجازه ابراز ندادی، زخمهایی که فقط لبخند روشون کشیدی، یکی یکی خودشون رو نشون میدن. گاهی بی دلیل گریه میکنی، گاهی بی دلیل دلت میلرزه، گاهی احساس میکنی قلبت سنگین شده. این ضعف نیست، این رها شدن روحه. تو سالها قوی نبودی، تو سالها خودت رو سرکوب کردی. الان وقت شفا دادن خودته. نشانه چهارم دل بریدن از روابط ناسالمه. در مسیر بیداری معنوی بعضیا از زندگیت میرن، نه چون بد هستند، بلکه چون دیگر هم فرکانس تو نیستند. تو دیگه نمیتونی نقش بازی کنی، نمیتونی تظاهر کنی، دیگه نمیتونی در رابطه‌ای بمونی که روح تو رو کوچیک میکنه. این رفتنها درد داره، اما هر خداحافظی یه سلام عمیق‌تر به خود واقعیته. در نهایت کائنات اطراف تو رو با انسان‌های هماهنگ‌تر پر خواهد کرد. نشانه پنجم تغییر نگاه به اتفاقات زندگیه. قبل از بیداری اتفاقا فقط حادثن، خوب، بد، تصادفی، بی‌معنا، اما بعد از بیداری ذهن تو شروع به دیدن الگوها میکنه. دیگه چیزی رو صرفاً بدشانسی نمیبینی. هر اتفاقی پیامی داره، هر رنج درسی داره، هر تجربه قدرتی در درونت بیدار میکنه و میفهمی که زندگی علیه تو نیست، زندگی برای رشد تو اتفاق میفته و این درک یک آرامش عمیق به وجودت میده. نشانه ششم نزدیکتر شدن به حضور، حال و لحظه اکنونه.
قبلا یا در گذشته گیر کرده بودی یا از آینده ترس داشتی. اما حالا کم کم میفهمی تنها جایی که زندگی جریان داره همین لحظه است. شروع میکنی به دیدن جزئیات، صدای نفس، لمس نور، بو کردن زندگی و متوجه میشی که چقدر لحظه حال مقدسه. دیگه عجله نداری، زندگی رو میچشی، نه اینکه فقط ازش عبور کنی. نشانه هفتم، اتصال به منبع، قلب و آگاهی از انرژیه. در بیداری معنوی متوجه میشی تو فقط جسم نیستی، تو فقط فکر نیستی، تو انرژی هستی، فرکانس هستی، موجودی هستی که با جهان در ارتباطه. گاهی احساس شهود میکنی، چیزایی رو میفهمی بدون اینکه منطقی باشه. قلبت بهت پیام میده و روحت تو رو راهنمایی میکنه و آرام آرام میفهمی که تو تنها نیستی، تو هرگز تنها نبودی و همیشه هدایت میشدی. اگه تو هم بخشی از این نشانه ها رو تجربه کردی، به خودت افتخار کن، تو در مسیر آگاهی هستی. برام بنویس کدوم بخش از این مسیر رو بیشتر حس می‌کنی؟ کجای مسیر بیداری هستی؟ اگه این ویدیو برای روحت آرامش آور بود، با عشق لایک کن، سابسکرایب کن و بذار این آگاهی به قلب‌های بیشتری برسه.